بسم الله الرحمن الرحیم. به نام الله بخشنده مهربان. یا ایها الذین آمنوا اوفوا بالعقود احلت لكم بهیمة الانعام الا ما یتلی علیکم غیر محل الصید وانتم حرم ان الله یحکم ما یرید. ای کسانی که ایمان آورده اید، به پیمانهای خود وفا کنید. گوشت 4 پایان بر شما حلال است مگر آنچه حکمش بر شما خوانده شود و به شرط آنکه در حال احرام شکار را حلال نشمرید. همانا الله هر چه بخواهد حکم می کند. یا ایها الذین آمنوا لا تحلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام ولا الهدي ولا القلائد ولا آمين البيت الحرام يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا وإذا حللتم فاصطادوا ولا يجرمنكم شنآن قوم أن صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شدید العقاب. ای کسانی که ایمان آورده اید، حرمت شعائر الهی را نگه دارید و ماه حرام و قربانی بینشان و قربانی‌های قلاده‌دار و راهیان بیت الحرام را که فضل و خوشنودی پروردگار خود را می‌طلبند حرمت نگه دارید و چون از حال احرام بیرون آمدید می توانید به شکار بپردازید و دشمنی گروهی که شما را از مسجد الحرام بازداشتند نباید به تعدی و تجاوز وادارتان کند و در نیکوکاری و پرهیزکاری با یکدیگر همکاری کنید و در گناه و تعدی دستیار هم نشوید و از الله پروا کنید که الله سخت کیفر است. حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم وما ذبح على النصب وأن تستقسموا بالأزلام ذلكم فسق. اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشون. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحیم. اینها همه بر شما حرام شده است: گوشت مردار و خون و گوشت خوک و آنچه هنگام ذبح نام غیر الله بر آن برده شود و حیوان حلال گوشت خفه شده و به ضرب چوب و سنگ مرده
و از بلندی افتاده و شاخ خورده و آنچه درندگان از آن خورده باشند، مگر آنکه ذبح شرعی کرده باشید. و همچنین آنچه برای بت‌ها ذبح شده باشد و آنچه با چوب‌های قرعه و فال به عنوان بخت و قسمت طلب می‌کنید و روی آوردن به تمام اینها نافرمانی است. امروز کافران از دین شما و بازگشت شما از آن نومید شده اند، لذا از آنان نترسید و از من بترسید. امروز دین شما را کامل کردم و نعمت خود را بر شما تمام نمودم و اسلام را به عنوان دین برای شما برگزیدم. هر کس دچار گرسنگی شود بی آن که به گناه متمایل باشد، اگر از آن چه منع شده است بخورد، بی تردید الله آمرزنده مهربان است. يسألونك ماذا أحل لهم قل أحل لكم الطيبات وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله فكلوا مما أمسكن عليكم واذكروا اسم الله عليه واتقوا الله إن الله سریع الحساب. از تو میپرسند چه چیز برای آنان حلال شده است؟ بگو چیزهای پاکیزه برای شما حلال گردیده و آنچه به کمک حیوانات شکارگر به دست میآورید که با آنچه الله به شما آموخته است آنها را دستآموز میکنید. پس از آنچه برای شما گرفته و نگه داشته اند بخورید و به هنگام ذبح یا فرستادن حیوانات شکارگر نام الله را بر آن ببرید و از الله پروا کنید و بیگمان الله سریع الحساب است. اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا آتيتموهن أجورهن محصنين غير مسافحين ولا متخذي أخدان ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين. امروز پاکیزه ها برای شما حلال شده و همچنین غذای اهل کتاب برای شما حلال است و غذای شما برای آنان حلال است و نیز ازدواج با زنان پاک دامن مسلمان و زنان پاک دامن از اهل کتاب، یعنی کسانی که پیش از شما به آنان کتاب آسمانی داده شده است، به شرط آنکه مهریه های آنان را بپردازید برای شما حلال است، در حالی که خود پاک دامن باشید، نه زناکار باشید و نه آنکه زنان را در پنهانی دوست خود بگیرید و کسی که به ارکان ایمان کفر ورزد همانا عملش تباه شده است و او در آخرت از زیانکاران خواهد بود. يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنبا فاطهروا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط
أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون. ای کسانی که ایمان آورده اید، چون به قصد نماز برخاستید صورت خود و دستهایتان را تا آرنج بشویید و سرتان را مسح کنید و پاهایتان را تا 2 قوزک بشویید و اگر جنب بودید خود را پاک سازید و غسل کنید و اگر بیمار یا مسافر هستید یا یکی از شما از محل قضای حاجت آمده یا با زنان آمیزش کرده باشید، آنگاه آب نیابید، پس با خاکی پاک تیمم کنید و از آن بر صورت و دستهایتان بکشید. الله نمیخواهد بر شما دشواری قرار دهد، بلکه میخواهد شما را پاک سازد و نعمتش را بر شما تمام کند. باشد که شکر گزارید. واذكروا نعمة الله عليكم وميثاقه الذي واثقكم به إذ قلتم سمعنا وأطعنا واتقوا الله إن الله عليم بذات الصدور. و به یاد آورید نعمت الله را بر خویش و نیز پیمانی که شما را به انجام آن متعهد گردانیده. به یاد آورید آنگاه که گفتید شنیدیم و اطاعت کردیم و از الله پروا کنید که بیگمان الله از آن چه درون سینه هاست آگاه است. يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. ای کسانی که ایمان آورده اید، برای الله به عدل برخیزید و به عدالت شهادت دهید و البته نباید دشمنیتان با گروهی شما را بر آن دارد که عدالت نکنید. عدالت کنید که این کار به تقوا نزدیکتر است و از الله پروا دارید که الله به آنچه انجام می دهید آگاه است. وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة وأجر عظيم. الله به آنان که ایمان آوردند و کارهای شایسته انجام دادند وعده آمرزش و پاداش بزرگی داده است. والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحیم. و کسانی که کافر شدند و آیات ما را تکذیب کردند آنان اهل دوزخند. يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ هم قوم أن يبسطوا إليكم أيديهم فكف أيديهم عنكم واتقوا الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون.
ای کسانی که ایمان آورده اید، نعمت الله را بر خود به یاد آورید آنگاه که گروهی از دشمنان قصد کردند که به سوی شما دست دراز کنند، پس الله دست آنان را از شما باز داشت و از الله پروا کنید و مؤمنان باید تنها بر الله توکل کنند. ولقد أخذ الله ميثاق بني إسرائيل وبعثنا منهم 12 نقيبا وقال الله إني معكم لئن أقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة وآمنتم برسلي وعزرتموهم وأقرضتم الله قرضا حسنا لأكفرن عنكم سيئاتكم ولأدخلنكم جنات تجري من تحتها الأنهار فمن كفر بعد ذلك منكم فقد ضل سواء السبيل. همانا الله از بنی اسرائیل پیمان گرفت و از میان آنان به تعداد قبایلشان 12 سالار برگماشتیم و الله گفت من با شما هستم اگر نماز برپا داشتید و زکات پرداختید و به پیامبران من ایمان آوردید و آنان را گرامی داشتید و در راه الله وامی نیکو دادید، گناهان شما را میزدایم و شما را به باغ‌هایی از بهشت وارد می‌کنم که جویبارها از زیر درختان آن جاری است. پس هر یک از شما بعد از این کافر شود مسلماً از راه راست منحرف گردیده است. فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية يحرفون الكلم عن مواضعه ونسوا حظا مما ذكروا به ولا تزال تطلع على خائنة منهم إلا قليلا منهم فاعف عنهم واصفح إن الله يحب المحسنين. پس به خاطر پیمان شکنیشان آنان را از رحمت خیش دور ساختیم و دلهایشان را سخت گردانیدیم، چرا که سخنان الله را از جایگاهش تحریف می کنند و بخشی از آنچه را بدان اندرز داده شده بودند به فراموشی سپردند و تو همواره بر خیانتی از آنان آگاه می شوی مگر شماری اندک از ایشان که خیانتکار نیستند. پس از ایشان درگذر و چشم پوشی کن که الله نیکوکاران را دوست می دارد. ومن الذين قالوا إنا نصارى أخذنا ميثاقهم فنسوا حظا مما ذكروا به فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة وسوف ينبئهم الله بما كانوا يصنعون. و از کسانی که گفتند ما مسیحی هستیم پیمان گرفتیم که پیرو کتاب و رسول الله باشند، ولی دینشان را تحریف نمودند و بخشی از آنچه را که بدان اندرز داده شده بودند فراموش کردند و ما نیز تا روز قیامت میانشان دشمنی و کینه افکندیم و به زودی الله آنان را از نتیجه آنچه کرده اند آگاه خواهد ساخت.
يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب ويعفو عن كثير قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين. ای اهل کتاب، همانا پیامبر ما به سوی شما آمده است که بسیاری از چیزهایی از کتاب آسمانی خود را که پوشیده می داشتید برای شما بیان کند و از بسیاری از خطاهایتان درگذرد. قطعاً برای شما از جانب الله روشنایی و کتابی روشنگر آمده است. يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقیم. الله به وسیله آن کتاب کسانی را که از خوشنودی او پیروی کنند به راههای سلامت هدایت می کند و به فرمان خود آنان را از تاریکی ها به سوی روشنایی می برد و ایشان را به راه راست هدایت می کند. لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم قل فمن يملك من الله شيئا إن أراد أن يهلك المسيح ابن مريم وأمه ومن في الأرض جميعا ولله ملك السماوات والأرض وما بينهما يخلق ما يشاء والله على كل شيء قدیر. کسانی که گفتند الله همان مسیح پسر مریم است یقینا کافر شدند. بگو اگر الله بخواهد که مسیح پسر مریم و مادرش و همه کسانی را که روی زمین هستند هلاک کند، چه کسی قدرت جلوگیری از آن را دارد؟ فرمان روایی آسمان ها و زمین و آنچه میان آن دو هست از آن الله است. هرچه بخواهد میآفریند و الله بر هر چیز تواناست. وقالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباؤه قل فلم يعذبكم بذنوبكم بل أنتم بشر ممن خلق يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء ولله ملك السماوات والأرض وما بينهما وإليه المصير. یهودیان و مسیحیان گفتند ما فرزندان الله و دوستان او هستیم. بگو پس چرا شما را به کیفر گناهانتان عذاب می کند؟ بلکه شما هم بشری هستید از آنچه آفریده است. هر کس را بخواهد می آمرزد و هر کس را بخواهد عذاب می کند و فرمان روایی آسمان ها و زمین و آنچه میان آن دو است از آن الله است و بازگشت همه به سوی اوست. يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم على فترة من الرسل أن تقولوا ما جاءنا من بشير ولا نذير فقد جاءكم بشير ونذير
والله على كل شيء قدیر. ای اهل کتاب، پیامبر ما پس از فاصله و فترتی میان پیامبران به سوی شما آمد که حقایق را برایتان بیان کند تا مبادا روز قیامت بگویید نه بشارت دهنده‌ای به سوی ما آمد و نه بیم دهنده‌ای. پس یقینا اینک پیامبر بشارت دهنده و بیم دهنده به سوی شما آمده است و الله بر همه چیز تواناست. وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ اذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ جَعَلَ فِيكُمْ أَنْبِيَاءَ وَجَعَلَكُمْ مُلُوكًا وآتاكم ما لم يؤت أحدا من العالمین. به یاد آورید هنگامی را که موسی به قوم خود گفت ای قوم من، نعمت الله را بر خود به یاد آورید، آنگاه که در میان شما پیامبرانی قرار داد و شما را فرمان روای خیشتن قرار داد و چیزهایی به شما بخشید که به هیچ یک از جهانیان نداده بود. يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم ولا ترتدوا على أدباركم فتنقلبوا خاسرين. ای قوم، به سرزمین مقدسی که الله برایتان مقرر نموده است وارد شوید و به عقب باز نگردید و دست از دینتان نکشید که زیانکار خواهید شد. قالوا يا موسى إن فيها قوما جبارين وإنا لن ندخلها حتى يخرجوا منها فإن يخرجوا منها فإنا داخلون. گفتند ای موسی، بیگمان در آنجا قوم زورمند و ستمگری هستند، تا آنان از آنجا بیرون نروند ما هرگز وارد آن نمیشویم، پس اگر از آنجا بیرون بروند ما وارد خواهیم شد. قال رجلان من الذين يخافون أنعم الله عليهم ادخلوا عليهم الباب فإذا دخلتموه فإنكم غالبون وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. دو تن از مردانی که از الله پروا داشتند و الله به آنان نعمت داده بود گفتند از آن دروازه بر ایشان بتازید و وارد شوید که اگر از آن در آمدید قطعاً پیروز خواهید شد و اگر مؤمنید بر الله توکل کنید. قالوا يا موسى إنا لن ندخلها أبدا ما داموا فيها فاذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون. بنی اسرائیل گفتند ای موسی، تا زمانی که آنان در آنجا هستند ما هرگز وارد نخواهیم شد، تو و پروردگارت بروید و بجنگید، ما همینجا نشسته ایم. قال رب إني لا أملك إلا نفسي وأخي فافرق بيننا وبين القوم الفاسقين. موسی گفت پروردگارا، من فقط اختیار خودم و برادرم هارون را دارم، پس میان ما و این گروه نافرمان جدایی بیفکن. قال فإنها محرمة عليهم 40 سنة يتيهون في الأرض فلا تأس على القوم الفاسقين. الله فرمود
آن سرزمین مقدس تا 40 سال بر آنان حرام شده است و پیوسته در زمین سرگردان خواهند بود. پس از رفتار این گروه نافرمان غمگین مباش. واتل عليهم نبأ ابني آدم بالحق إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال لأقتلنك قال إنما يتقبل الله من المتقين. و ای پیامبر، داستان 2 فرزند آدم هابیل و قابیل را به حق بر ایشان بخوان، هنگامی که هر کدام برای تقرب الهی قربانی تقدیم کردند. پس از یکی پذیرفته شد و از دیگری پذیرفته نشد. او به برادرش گفت قطعاً تو را خواهم کشت. هابیل گفت الله فقط از پرهیزکاران میپذیرد. لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك إني أخاف الله رب العالمين. اگر تو دستت را برای کشتن من دراز کنی، من هرگز دست خود را برای کشتن به سوی تو دراز نخواهم کرد، زیرا من از الله پروردگار جهانیان می ترسم. إني أريد أن تبوء بإثمي وإثمك فتكون من أصحاب النار وذلك جزاء الظالمین. من میخواهم که تو با گناه قتل من و گناه اعمال خودت به سوی الله بازگردی و از اهل دوزخ باشی و این است سزای ستمکاران. فطوعت له نفسه قتل أخيه فقتله فأصبح من الخاسرین. پس نفس سرکش او کشتن برادرش را برایش آراست و موجه و آسان جلوه داد. پس او را کشت و از زیانکاران شد. فبعث الله غرابا يبحث في الأرض ليريه كيف يواري سوءة أخيه قال يا ويلتى أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب فأواري سوءة أخي فأصبح من النادمين. آنگاه الله کلاغی را فرستاد که در زمین جستجو و کاوش می کرد تا به او نشان دهد که چگونه جسد برادرش را بپوشاند. او گفت وای بر من، آیا آنقدر درماندم که همچون این کلاغ باشم و جسد برادرم را بپوشانم؟ و سرانجام از کار زشت خود پشیمان شد. من اجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا ولقد جاءتهم رسلنا بالبينات ثم إن كثيرا منهم بعد ذلك في الأرض لمسرفون. به همین سبب بر بنی اسرائیل مقرر داشتیم که هر کس انسانی را بدون اینکه مرتکب قتل نفس یا فسادی در زمین شده باشد به قتل رساند، چنان است که گویی همه مردم را کشته باشد، و هر کس انسانی را از مرگ نجات دهد چنان است که گویی همه مردم را زنده کرده است. و بیگمان پیامبران ما با دلایل روشن برای آنان آمدند، ولی باز هم بسیاری از ایشان پس از آن در روی زمین
تجاوز و اسراف کردند. انما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الارض فسادا ان يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم. سزای کسانی که با الله و پیامبرش می جنگند و در زمین به فساد می کوشند فقط این است که کشته شوند یا به دار آویخته شوند یا دست راست و پای چپ آنها در خلاف جهت یکدیگر قطع شود یا از سرزمین خود تبعید گردند. این مجازات مایه رسوایی آنها در دنیاست و در آخرت عذابی بزرگ خواهند داشت. إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا أن الله غفور رحيم. مگر کسانی که پیش از آن که بر آنان دست یابید توبه کنند، پس از آنان درگذرید و بدانید که همانا الله آمرزنده مهربان است. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون. ای کسانی که ایمان آورده اید، از الله پروا کنید و به سوی او تقرب جویید و در راه او جهاد کنید، باشد که رستگار شوید. إن الذين كفروا لو أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله معه ليفتدوا به من عذاب يوم القيامة ما تقبل منهم ولهم عذاب أليم. در حقیقت کسانی که کفر ورزیدند اگر تمام آنچه در زمین است برای آنان باشد و مثل آن را نیز با آن داشته باشند و بخواهند تا به وسیله آن خود را از عذاب روز قیامت بازخرند، از ایشان پذیرفته نمی شود و عذابی دردناک در پیش خواهند داشت. يريدون أن يخرجوا من النار وما هم بخارجين منها ولهم عذاب مقیم. میخواهند از آتش دوزخ بیرون روند ولی نمیتوانند از آن بیرون شوند و راه گریزی نیست و برای آنان عذابی پایدار مهیاست. والسارق والسارقة فقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم. دست مرد و زن دزد را به سزای عملی که مرتکب شده اند به عنوان مجازاتی از جانب الله قطع کنید و بدانید که الله شکست ناپذیر حکیم است. فمن تاب من بعد ظلمه وأصلح فإن الله يتوب عليه إن الله غفور رحیم. پس هر کس که بعد از گناه و ستم کردنش توبه کند و اعمال خود را اصلاح و جبران نماید، همانا الله توبه او را میپذیرد. بیگمان الله آمرزنده مهربان است. ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض يعذب من يشاء ويغفر لمن يشاء
والله على كل شيء قدیر. آیا نمیدانی که فرمان روایی آسمان ها و زمین از آن الله است؟ هر کس را بخواهد عذاب می کند و هر کس را بخواهد می بخشد و الله بر هر چیزی قادر است. يا أيها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر من الذين قالوا آمنا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم ومن الذين هادوا سماعون للكذب سماعون لقوم آخرين لم يأتوك يحرفون الكلم من بعد مواضعه يقولون إن أوتيتم هذا فخذوه وإن لم تؤتوه فاحذروا ومن يرد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئا أولئك الذين لم يرد الله أن يطهر قلوبهم لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم. ای پیامبر، کسانی که در راه کفر شتاب می کنند تو را غمگین نسازند، خواه از کسانی که به زبانشان می گویند ایمان آوردیم و قلبشان ایمان نیاورده است و خواه از یهودیان باشند، همان کسانی که به سخنان پیشوایان و بزرگانشان گوش می سپارند. آری آنان فقط شنونده دروغها و مقلد دستورهای گروهی دیگر از علمایشان هستند که تو را باور ندارند و هرگز نزدت نیامدند. آنان سخنان الله را بر اساس میل و منفعت خود از جایگاهشان تحریف می کنند و به یکدیگر می گویند اگر این حکم از سوی محمد به شما داده شد پس از او بپذیرید و اگر آن چیز به شما داده نشد از او دوری کنید و ای پیامبر هر که الله گمراهیش را خواسته باشد تو هرگز در برابر الله برایش اختیار نداری و نمیتوانی از او دفاع کنی. آنان کسانی هستند که الله نخواسته است دلهایشان را از پلیدی کفر پاک کند. آنان در دنیا رسوایی و خاری در انتظار دارند و در آخرت برایشان عذاب بزرگی در پیش است. سماعون للكذب اکالون للسحت فإن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم وإن تعرض عنهم فلن يضروك شيئا وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط إن الله يحب المقسطين. آنان گوش به دروغ می سپارند و مال حرام فراوان می خورند. پس اگر نزد تو آمدند در میانشان داوری کن یا از ایشان روی بگردان و اگر از آنان روی بگردانی به تو هیچ زیانی نمی رسانند و اگر داوری کردی با عدالت در میانشان داوری کن. یقینا الله دادگستران را دوست دارد. وكيف يحكمونك وعندهم التوراة فيها حكم الله ثم يتولون من بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين. و چگونه تو را به داوری می طلبند در حالی که تورات نزد ایشان و حکم الله در آن است، سپس بعد از آن از حکم تو روی می‌گردانند و اینان مؤمن نیستند. إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور
يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا والربانيون والأحبار بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء فلا تخشوا الناس واخشوني ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. به راستی ما تورات را نازل کردیم که در آن هدایت و نور است. پیامبرانی که در برابر فرمان الله تسلیم بودند بر اساس آموزه های آن برای یهودیان داوری می کردند و دانشمندان و فقیهان یهودی که پاسداری از کتاب الله و جلوگیری از تحریف تورات به آنان سپرده شده بود و بر حقانیت آن گواه بودند و بنا به دستورهایش حکم می کردند. پس ای یهودیان، در اجرای احکام الهی از مردم نترسید و از من بترسید و آیاتم را به بهای ناچیز نفروشید و هر کس به احکامی که الله نازل کرده است داوری نکند کافر است. وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح قصاص فمن تصدق به فهو كفارة له ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون. و در آن برای ایشان مقرر داشتیم که جان در برابر جان و چشم در برابر چشم و بینی در برابر بینی و گوش در برابر گوش و دندان در برابر دندان است و نیز زخمها را قصاص است. پس هر کس که از آن درگذرد آن بخشش کفاره گناهان اوست و هر کس به احکامی که الله نازل کرده است حکم نکند ستمگر است. وقفینا على آثارهم بعیسی ابن مریم مصدقا لما بین یدیه من التوراة وآتیناه الانجیل فیه هدى ونور ومصدقا لما بين يديه من التوراة وهدى وموعظة للمتقين. و در پی آنان عیسی پسر مریم را فرستادیم که تصدیق کننده توراتی بود که پیش از او فرستاده شده بود و انجیل را که در آن هدایت و نور بود به او دادیم که تصدیق کننده تورات پیش از وی بود و هدایت و موعظه‌ای بود برای پرهیزکاران. وَلْيَحْكُمْ أَهْلُ الْإِنْجِيلِ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فِيهِ وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ. و اهل انجیل باید به آنچه الله در آن نازل کرده است حکم کنند و کسانی که به آنچه الله نازل کرده حکم نکنند نافرمانند. وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتَابِ وَمُهَيْمِنًا عَلَيْهِ فاحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم عما جاءك من الحق
لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة ولكن ليبلوكم فيما آتاكم فاستبقوا الخيرات إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون. و این کتاب را به حق بر تو نازل کردیم در حالی که تصدیق کننده کتاب‌های پیش از آن بوده و بر آنها شاهد و نگهبان است. پس به آنچه الله نازل کرده است در میانشان حکم کن و به جای حقیقتی که به تو رسیده است از هوا و هوس‌های آنان پیروی نکن و از احکام الهی روی مگردان. ما برای هر یک از شما آیین و طریقه روشنی قرار دادیم و اگر الله می‌خواست همه شما را یک امت قرار می‌داد، ولی الله می‌خواهد شما را در آنچه به شما بخشیده است بیازماید. پس در نیکی‌ها بر یکدیگر پیشی گیرید. بازگشت همه شما به سوی الله است. آنگاه از آنچه در آن اختلاف می‌کردید آگاهتان خواهد ساخت. وَأَنِحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ وَاحْذَرْهُمْ أَن يَفْتِنُوكَ عَن بَعْضِ مَا أَنزَلَ اللَّهُ إِلَيْكَ فَإِن تَوَلَّوْا فَاعْلَمْ أَنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ أَن يُصِيبَهُم بِبَعْضِ ذُنُوبِهِمْ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ لَفَاسِقُونَ. و در میان آنان بر اساس آنچه الله در قرآن نازل کرده است حکم کن و از هوس‌هایشان پیروی مکن و از آنان بر حذر باش. مبادا تو را از برخی از چیزهایی که الله بر تو نازل کرده منحرف کنند و اگر از حکم تو روی گردانند پس بدان که الله می‌خواهد آنان را به خاطر برخی از گناهانشان مجازات کند و بیگمان بسیاری از مردم نافرمانند. افحکم الجاهلیت یبغون ومن احسن من الله حکما لقوم یوقنون. آیا آنان حکم جاهلیت را می‌خواهند؟ چه کسی بهتر از الله برای گروهی که یقین دارند حکم می‌کند؟ يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. ای کسانی که ایمان آورده اید، یهودیان و مسیحیان را به دوستی نگیرید. آنان دوستان یکدیگرند و کسانی از شما که با ایشان دوستی کنند از آنها هستند. همانا الله گروه ستمکار را هدایت نخواهد کرد. فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة فعسى الله أن يأتي بالفتح أو أمر من عنده فيصبحوا على ما أسروا في أنفسهم نادمين. پس کسانی را که در دلهایشان بیماری نفاق است میبینی که در دوستی با آنان میشتابند و میگویند میترسیم که آسیبی به ما برسد. امید است که الله از سوی خود
گشایش یا رهایشی برای مسلمانان پیش آورد. آنگاه این افراد از آنچه در دل خود پنهان داشتند پشیمان گردند. ويقول الذين آمنوا أهؤلاء الذين أقسموا بالله جهد أيمانهم إنهم لمعكم حبطت أعمالهم فأصبحوا خاسرين. و آنان که ایمان آورده اند میگویند آیا اینها همان کسانی هستند که به الله سوگندهای سخت میخوردند که با شما هستند؟ اعمالشان تباه گشت و زیانکار شدند. يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع علیم. ای کسانی که ایمان آورده اید، هر یک از شما که از دین خود برگردد به الله زیانی نمیرساند. الله به زودی گروهی را می آورد که آنان را دوست دارد و آنها نیز او را دوست دارند. آنان در برابر مؤمنان فروتن و در برابر کافران سرسخت و سرفرازند. در راه الله جهاد می کنند و از سرزنش هیچ ملامتگری نمی هراسند. این فضل الله است که به هر کس بخواهد می دهد و الله گشایشگر داناست. إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. ای مؤمنان، بی تردید یاور و دوست شما فقط الله و پیامبرش و همچنین افرادی هستند که ایمان آورده‌اند، همان کسانی که نماز را برپا می دارند و با فروتنی و رضایت کامل زکات می پردازند. ومن يتول الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. و هر کس الله و پیامبر او و مؤمنان را دوست بدارد، او از حزب الله است و یقینا حزب الله پیروز است. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم هزوا ولعبا من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم والكفار أولياء واتقوا الله إن كنتم مؤمنين. ای کسانی که ایمان آورده اید، آنان که دین شما را به تمسخر و بازی گرفته اند دوستان خود مگیرید، چه از کسانی که پیش از شما به آنان کتاب داده شده و چه از کافران، و اگر ایمان دارید از الله پروا کنید. وَإِذَا نَادَيْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ اتَّخَذُوهَا هُزُوًا وَلَعِبًا ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَعْقِلُونَ. و هنگامی که به وسیله از آن مردم را به نماز می‌خوانید، مشرکان آن را به مسخره و بازی می‌گیرند، زیرا آنان مردمی هستند که نمی‌اندیشند.
قل يا أهل الكتاب هل تنقمون منا إلا أن آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل من قبل وأن أكثركم فاسقون. بگو ای اهل کتاب، آیا جز به خاطر این که به الله و آنچه بر ما و پیش از ما نازل شده است ایمان داریم با ما سر ستیز دارید؟ و آیا جز به خاطر آن است که اغلب شما نافرمانید؟ قل هل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت أولئك شر مكانا وأضل عن سواء السبيل. بگو آیا می‌خواهید از کسانی که در نزد الله از این هم بد سرانجام ترند آگاهتان کنم؟ اینان کسانی هستند که الله لعنتشان کرده و بر آنان خشم گرفته و طاغوت را پرستیده اند و الله آنان را همچون بوزینه و خوک گردانده است. اینان بد مقامتر و از راه راست از همه گمگشته ترند. وَإِذَا جَاءُوكُمْ قَالُوا آمَنَّا وَقَدْ دَخَلُوا بِالْكُفْرِ وَهُمْ قَدْ خَرَجُوا بِهِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا كَانُوا يَكْتُمُونَ. و چون نزد شما می آیند می گویند ایمان آورده ایم، حالان که با کفر وارد شدند و با کفر خارج گشتند و الله به آنچه کتمان می کنند آگاه تر است. وَتَرَى كَثِيرًا مِّنْهُمْ يُسَارِعُونَ فِي الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَأَكْلِهِمُ السُّحْتَ لَبِئْسَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. بسیاری از آنان را می‌بینی که در گناه و تجاوز و حرامخواری شتاب می‌کنند. چه بد است کار و کردارشان. لولا ينهاهم الربانيون والأحبار عن قولهم الإثم وأكلهم السحت لبئس ما كانوا يصنعون. چرا علمای ربانی و دانشمندان یهود آنان را از گفتار گناهالود و حرامخوارگیشان باز نمی‌دارند؟ راستی چه بد است آنچه انجام می‌دهند. وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء وليزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك طغيانا وكفرا وألقينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله ويسعون في الأرض فسادا والله لا يحب المفسدين. و یهودیان گفتند دست الله از خیر و بخشش بسته است، دستهایشان بسته باد. پس به خاطر آنچه گفتند لعنت شدند، بلکه هر دو دست او گشاده است، هر گونه بخواهد میبخشد. این آیات که از طرف پروردگارت بر تو نازل شده بر سرکشی و کفر بسیاری از آنان میافزاید
و ما در میان آنان تا روز قیامت دشمنی و کینه افکندیم. هر زمان آتش جنگ افروختند الله آن را خاموش کرد. آنان برای فساد در زمین میکوشند و بدانند که الله تبهکاران را دوست ندارد. ولو أن أهل الكتاب آمنوا واتقوا لكفرنا عنهم سيئاتهم ولأدخلناهم جنات النعیم. و اگر اهل کتاب ایمان بیاورند و تقوا پیشه کنند یقینا گناهانشان را خواهیم زدود و آنان را به باغهای پرنعمت بهشت وارد خواهیم کرد. ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم من ربهم لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم منهم أمة مقتصدة وكثير منهم ساء ما يعملون. و اگر آنان به تورات و انجیل و آنچه از سوی پروردگارشان بر آنها نازل شده است عمل می کردند از برکات آسمانی و زمینی برخوردار می شدند. برخی از آنان میانه رو هستند ولی بسیاری از ایشان بدکردارند. يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس إن الله لا يهدي القوم الكافرين. ای پیامبر، آنچه از طرف پروردگارت بر تو نازل شده است به مردم ابلاغ کن و اگر این کار را نکنی رسالت او را به انجام نرسانده ای و الله تو را از گزند مردم حفظ می کند. همانا الله گروه کافران را هدایت نمی کند. قل يا أهل الكتاب لستم على شيء حتى تقيموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليكم من ربكم وليزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك طغيانا وكفرا فلا تأس على القوم الكافرين. بگو ای اهل کتاب، شما بر هیچ آیین درستی نیستید مگر اینکه تورات و انجیل و آنچه را که از طرف پروردگارتان بر شما نازل شده است برپا دارید و بی تردید آنچه از سوی پروردگارت بر تو نازل شده بر سرکشی و کفر بسیاری از آنان می افزاید. پس بر این گروه کافران غمگین مباش. إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئون والنصارى من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. همانا کسانی که ایمان آورده و کسانی که یهودی و صائبی و مسیحی هستند، هر کس که به الله و روز قیامت ایمان آورد و کارهای شایسته انجام دهد نه بیمی بر آنان خواهد بود و نه اندوهگین می شوند. لقد أخذنا ميثاق بني إسرائيل وأرسلنا إليهم رسلا كلما جاءهم رسول بما لا تهوى أنفسهم فريقا كذبوا وفريقا يقتلون.
یقینا ما از بنی اسرائیل پیمان گرفتیم و پیامبرانی به سوی آنان فرستادیم. هرگاه که پیامبری چیزی برخلاف میلشان می آورد، گروهی را دروغگو انگاشتند و گروهی را کشتند. وحسبوا ألا تكون فتنة فعموا وصموا ثم تاب الله عليهم ثم عموا وصموا كثير منهم والله بصير بما يعملون. و پنداشتند که آزمایش و مجازاتی در کار نیست، پس کور گشتند و حق را ندیدند و کر شدند و حق را نشنیدند. آنگاه توبه کردند و الله توبه ایشان را پذیرفت. باز بسیاری از ایشان در برابر هدایت کور و کر شدند و الله به آنچه انجام میدهند بیناست. لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم وقال المسيح يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. آنان که گفتند الله همان مسیح پسر مریم است یقینا کافر شدند، در حالی که خود مسیح گفت ای بنی اسرائیل، الله را که پروردگار من و پروردگار شماست پرستش کنید. همانا هر کس که به الله شرک آورد، الله بهشت را بر او حرام کرده است و جایگاهش دوزخ است و ستمکاران را یاوری نیست. لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة وما من إله إلا إله واحد وإن لم ينتهوا عما يقولون ليمسن الذين كفروا منهم عذاب أليم. کسانی که به تثلیث قائل شده و گفتند الله سومین نفر از میان سه معبود است، قطعا کافر شدند. معبودی به حق جز معبود یگانه نیست و اگر از آن چه میگویند باز نایستند، قطعا به کافران ایشان عذاب دردناکی خواهد رسید. افلا يتوبون الى الله ويستغفرونه والله غفور رحیم. آیا به سوی الله باز نمیگردند و از او طلب آمرزش نمی کنند؟ و الله آمرزنده مهربان است. المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه صديقة كانا يأكلان الطعام انظر كيف نبين لهم الآيات ثم انظر أنا يؤفكون. مسیح پسر مریم جز پیامبری نیست که پیش از او نیز پیامبران دیگری بودند و مادرش زنی راستگو بود. هر دو مانند انسانهای دیگر غذا می‌خوردند. بنگر که چگونه آیات خود را برای آنان روشن می‌سازیم و باز بنگر چگونه روی گردان می‌شوند. قل اتعبدون من دون الله ما لا يملك لكم ضرا ولا نفعا والله هو السميع العليم. بگو آیا چیزی را به جای الله می پرستید که سود و زیانی برای شما ندارد و حالان که الله شنوای داناست.
قل يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم غير الحق ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل. بگو ای اهل کتاب، در دین خود به ناحق غلو و زیاده روی نکنید و از هوسهای گروهی پیروی نکنید که پیشتر گمراه شدند و بسیاری را گمراه کردند و از راه راست منحرف گشتند. لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. افرادی از بنی اسرائیل که کفر ورزیدند از زبان داوود در زبور و از قول عیسی پسر مریم در انجیل مورد لعن قرار گرفتند. این نفرین به خاطر آن بود که نافرمانی کردند و از حدود الهی تجاوز می نمودند. كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون. آنان یکدیگر را از کار زشتی که انجام میدادند نهی نمی کردند. به راستی چه بد بود آنچه می کردند. ترى كثيرا منهم يتولون الذين كفروا لبئس ما قدمت لهم أنفسهم أن سخط الله عليهم وفي العذاب هم خالدون. بسیاری از آنان را میبینی که با کافران و بتپرستان دوستی میکنند. به راستی چه زشت است آنچه برای خود پیش فرستادند که در نتیجه الله بر آنان خشم گرفت و جاودانه در عذاب میمانند. ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي وما أنزل إليه ما اتخذوهم أولياء ولكن كثيرا منهم فاسقون. و اگر به الله و پیامبر و آنچه بر او نازل شده ایمان می آوردند هرگز آنان را به دوستی نمی گرفتند، ولی بسیاری از آنان فاسقند. لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا وأنهم لا يستكبرون. به یقین یهودیان و کسانی را که شرک ورزیده اند دشمنترین مردم نسبت به مؤمنان خواهی یافت و نزدیکترین دوستان به مؤمنان را کسانی خواهی یافت که میگویند ما مسیحی هستیم. این به خاطر آن است که در میان ایشان کشیشان و راهبانی حق پرست هستند و نیز از آن روست که کبر نمی‌ورزند. وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَى أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ يَقُولُونَ رَبَّنَا آمَنَّا فَاكْتُبْنَا مَعَ الشَّاهِدِينَ. و چون آیاتی را که بر پیامبر نازل شده بشنوند میبینی بر اثر آن حقیقتی که شناخته اند اشک از چشمانشان سرازیر میشود و میگویند پروردگارا ایمان آوردیم پس ما را در زمره گواهان بنویس.
وما لنا لا نؤمن بالله وما جاءنا من الحق ونطمع أن يدخلنا ربنا مع القوم الصالحين. چرا به الله و آنچه از حق به ما رسیده ایمان نیاوریم، حالان که امید داریم که پروردگارمان ما را با گروه شایستگان به بهشت درآورد. فأثابهم الله بما قالوا جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك جزاء المحسنين. پس الله به پاس آنچه گفتند به آنان باغهایی از بهشت پاداش داد که از زیر درختان آن جویبارها جاری است و جاودانه در آن خواهند ماند و این است جزای نیکوکاران. والذین كفروا وكذبوا بآیاتنا اولئک اصحاب الجحیم. و کسانی که کافر شدند و آیات ما را تکذیب کردند آنانند که اهل دوزخند. يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. ای کسانی که ایمان آورده اید، چیزهای پاکیزه ای را که الله برای استفاده شما حلال کرده است بر خود حرام نکنید و از حد تجاوز ننمایید، همانا الله متجاوزان را دوست ندارد. وَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي أَنْتُمْ بِهِ مُؤْمِنُونَ. و از چیزهای حلال و پاکیزه‌ای که الله به شما روزی داده است بخورید و از الله که به او ایمان دارید پروا کنید. لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة فمن لم يجد فصيام 3 أيام ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم واحفظوا أيمانكم كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تشكرون. الله شما را در سوگندهای بیهوده و بی اختیار بازخواست نمی کند، ولی در سوگندهایی که آگاهانه می خورید و می شکنید مؤاخذه می کند. پس کفاره آن خوراک دادن به 10 مستمند از غذاهای معمولی و متوسطی است که به خانواده خود می دهید، یا لباس دادن به 10 نفر از مستمندان و یا آزاد کردن برده ای. پس اگر کسی هیچ یک از اینها را نیابد 3 روز روزه بگیرد. این کفاره سوگندهای شماست برای هرگاه که سوگند یاد کردید و آن را شکستید و سوگندهای خود را حفظ کنید و نشکنید. الله این چنین آیات خود را برای شما بیان می کند، باشد که شکر گزارید. يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. ای کسانی که ایمان آورده اید، همانا شراب و قمار و بت‌ها و تیرهای قرعه کشی پلید و از عمل شیطان است، پس از آنها دوری کنید
تا رستگار شوید. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون. همانا شیطان می‌خواهد با شراب و قمار در میان شما دشمنی و کینه ایجاد کند و شما را از یاد الله و از نماز باز دارد. پس حال که حقیقت را دانستید آیا از آنها دست برمی دارید؟ وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول واحذروا فإن توليتم فاعلموا أنما على رسولنا البلاغ المبين. و از الله و پیامبر اطاعت کنید و از گناه و نافرمانی بر حذر باشید. پس اگر روی گرداندید بدانید که وظیفه پیامبر ما فقط ابلاغ آشکار است. ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وأحسنوا والله يحب المحسنين. بر کسانی که ایمان آورده و کارهای شایسته انجام داده اند گناهی در آنچه که پیشتر از شراب خورده اند نیست، در صورتی که تقوا پیشه کنند و ایمان بیاورند و کارهای شایسته کنند، سپس تقوا پیشه کنند و ایمان بیاورند، آنگاه تقوا پیشه کنند و نیکی نمایند و الله نیکوکاران را دوست دارد. يا أيها الذين آمنوا ليبلونكم الله بشيء من الصيد تناله أيديكم ورماحكم ليعلم الله من يخافه بالغيب فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم. ای کسانی که ایمان آورده اید، الله شما را به چیزی از شکار که در دسترس شما و نیزه های شما باشد خواهد آزمود تا معلوم دارد چه کسی در نهان از او می ترسد. پس هر کس که بعد از این از حد درگذرد عذابی دردناک در پیش دارد. يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوى عدل منكم هديا بالغ الكعبة أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صياما ليذوق وبال أمره عفى الله عما سلف ومن عاد فينتقم الله منه والله عزيز ذو انتقام. ای کسانی که ایمان آورده اید، در حال احرام شکار را نکشید و هر یک از شما که به عمد آن را بکشد باید نظیر آنچه که کشته است از 4 پایان کفاره‌ای بدهد، به شرطی که 2 نفر عادل از شما برابر بودن ارزش آن را تأیید کنند و آنگاه آن کفاره را به صورت قربانی به مستمندان پیرامون کعبه برساند یا به جای قربانی به مستمندان غذا دهد یا معادل آن را روزه بگیرد تا کیفر عمل خود را بچشد. الله آنچه را که پیش از این تحریم گذشته است عفو نمود و هر کس که به این گناه بازگردد بداند که الله از او انتقام میگیرد و الله شکست ناپذیر دادستان است.
أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما واتقوا الله الذي إليه تحشرون. صید دریایی و خوردن آن برای شما حلال شده است تا هم شما و هم کاروانیان غیر محرم از آن برخوردار شوید و تا زمانی که محرم هستید صید بیابانی بر شما حرام است و از الله که به نزد او محشور می شوید پروا داشته باشید. جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس والشهر الحرام والهدي والقلائد ذلك لتعلموا أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض وأن الله بكل شيء عليم. الله کعبه بیت الحرام و ماه حرام و قربانی بینشان و قربانی قلاده‌دار را وسیله‌ای برای استواری و سامان بخشیدن به کار مردم قرار داد. این گونه احکام برای آن است که بدانید یقینا الله آنچه را که در آسمانها و زمین است می‌داند و مسلماً الله به هر چیز داناست. اعلموا ان الله شدید العقاب وان الله غفور رحیم. بدانید که الله سخت کیفر است و در عین حال الله آمرزنده مهربان است. ما علی الرسول الا البلاغ والله يعلم ما تبدون وما تكتمون. بر پیامبر وظیفه‌ای جز رساندن پیام الهی نیست و الله آنچه را که آشکار می‌کنید و پنهان می‌دارید می‌داند. قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث فاتقوا الله يا أولي الألباب لعلكم تفلحون. بگو پلید و پاک یکسان نیستند، هرچند که فراوانی پلیدها تو را به شگفت آورد. پس ای خردمندان از الله پروا کنید، باشد که رستگار شوید. يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبد لكم عفى الله عنها والله غفور حليم. ای کسانی که ایمان آورده اید، از چیزهایی نپرسید که اگر برای شما آشکار گردد اندوهگینتان می کند و اگر در زمانی که قرآن نازل می گردد پرسجو کنید حکم و تکلیف آن بر شما آشکار می گردد. الله از آن پرسشهای بیجا درگذشت و الله آمرزنده بردبار است. قد سألها قوم من قبلكم ثم أصبحوا بها كافرين. همانا گروهی قبل از شما از این گونه پرسش ها کردند، سپس وقتی که جوابشان آمد بدان کافر شدند. ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام ولكن الذين كفروا يفترون على الله الكذب وأكثرهم لا يعقلون. الله هیچ گونه بحیره و سائبه و وسیله و حام را برای خود قرار نداده است
ولی کسانی که کافر شدند بر الله دروغ می‌بندند و بیشترشان در نمی‌یابند. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَى مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ قَالُوا حَسْبُنَا مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا أَوَلَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ. و هنگامی که به آنان گفته شود به سوی آنچه الله نازل کرده و به سوی پیامبر بیایید، میگویند آنچه نیاکانمان را بر آن یافته ایم ما را بس است. آیا اگر نیاکانشان چیزی نمیدانستند و هدایت نیافته بودند باز هم از آنان پیروی میکردند؟ يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم تعملون. ای کسانی که ایمان آورده اید، مراقب ایمان و طاعت خود باشید. اگر شما هدایت یافته باشید، گمراهی کسانی که گمراه شده اند به شما زیانی نمیرساند. بازگشت همه شما به سوی الله است. آنگاه شما را از آن چه عمل می کردید آگاه می سازد. يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية اثنان ذوى عدل منكم أو آخران من غيركم إن أنتم ضربتم في الأرض فأصابتكم مصيبة الموت تحبسونهما من بعد الصلاة فيقسمان بالله إن ارتبتم لا نشتري به ثمنا ولو كان ذا قربى ولا نكتم شهادة الله إنا إذا لمن الآثمين. ای کسانی که ایمان آورده اید، چون مرگ یکی از شما فرا رسد در هنگام وصیت باید از میان شما 2 نفر عادل را گواه بگیرید. یا اگر مسافرت کردید و مصیبت مرگ به شما رسید و مسلمانی را نیافتید، 2 نفر از غیر خودتان را به گواهی بطلبید. و اگر هنگام ادای شهادت در راستگویی آنها شک کردید، آن 2 را بعد از نماز نگاه دارید تا به الله سوگند بخورند که ما حاضر نیستیم حق را به چیزی بفروشیم اگرچه خیشانمان باشند و شهادت الله را کتمان نمی کنیم که در این صورت از گناهکاران خواهیم بود. فإن عثر على أنهما استحقا إثما فآخران يقومان مقامهما من الذين استحق عليهم الأوليان فيقسمان بالله لشهادتنا أحق من شهادتهما وما اعتدينا إنا إذا لمن الظالمين. پس اگر معلوم شد که آن 2 مرتکب گناه خیانت شده اند و حق را کتمان نموده اند، 2 تن از کسانی که بر آنان جفا رفته است و از نزدیکان متوفا هستند به جای آنان برخیزند و به الله سوگند بخورند که گواهی ما از گواهی آن 2 درست تر است و ما از حق تجاوز نمی کنیم و در غیر این صورت از ستمکاران خواهیم بود.
ذلك أدنى أن يأتوا بالشهادة على وجهها أو يخافوا أن ترد أيمان بعد أيمانهم واتقوا الله واسمعوا والله لا يهدي القوم الفاسقين. این روش نزدیکتر است به آن که شهادت چنان که باید و شاید ادا شود یا شاهدان بترسند که مبادا سوگندی بعد از سوگند آنان و برخلاف آنان به میان آید و از الله پروا کنید و این پندها را بشنوید و بدانید که الله گروه فاسقان را هدایت نمی کند. یوم یجمع الله الرسل فیقول ماذا اجبتم قالوا لا علم لنا انك انت علام الغیوب. روزی فرا رسد که الله پیامبران را گرد آورد و بپرسد امتهایتان چه پاسخی به شما دادند؟ آنان گویند ما علمی به حقیقت امر نداریم، تویی که دانای رازهای نهانی. قال الله يا عيسى ابن مريم اذكر نعمتي عليك وعلى والدتك إذ أيدتك بروح القدس تكلم الناس في المهد وكهلا وإذ علمتك الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل وإذ تخلق من الطين كهيئة الطير بإذني فتنفخ فيها فتكون طيرا بإذني وتبرئ الأكمه والأبرص بإذني وإذ تخرج الموتى بإذني وَإِذْ كَفَفْتُ بَنِي إِسْرَائِيلَ عَنْكَ إِذْ جِئْتَهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ فَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُبِينٌ. به یاد آور هنگامی را که الله فرمود ای عیسی پسر مریم نعمت مرا بر خود و بر مادرت به یاد آور، آنگاه که تو را به روح القدس تأیید کردم که در گهواره به اعجاز و در میان سالی به وحی با مردم سخن گفتی و آنگاه که تو را کتاب و حکمت و تورات و انجیل آموختم و آنگاه که به اذن من از گل چیزی به شکل پرنده می ساختی پس در آن می دمیدی و به اذن من پرنده ای می شد و کور مادرزاد و پیس را به اذن من شفا می دادی و آنگاه که مردگان را به اذن من زنده از قبر بیرون می آوردی و آنگاه که آسیب بنی اسرائیل را هنگامی که برای آنان حجتهای آشکار آورده بودی از تو باز داشتم. پس کسانی از آنان که کافر شده بودند گفتند اینها چیزی جز افسونی آشکار نیست. وَإِذْ أَوْحَيْتُ إِلَى الْحَوَارِيِّينَ أَنْ آمِنُوا بِي وَبِرَسُولِي قَالُوا آمَنَّا وَاشْهَدْ بِأَنَّنَا مُسْلِمُونَ. و به یاد آور زمانی را که به حواریون وحی فرستادم که به من و فرستاده من ایمان بیاورید، آنان گفتند ایمان آوردیم و گواه باش که ما تسلیم شده ایم. اذ قال الحواریون یا عیسی ابن مریم هل یستطیع ربک ان ينزل علینا مائدة من السماء قال اتقوا الله ان کنتم مؤمنین.
و به یاد آور آنگاه که حواریون گفتند ای عیسی پسر مریم، آیا پروردگارت میتواند سفره‌ای پر از غذا از آسمان بر ما نازل کند؟ عیسی در پاسخ گفت اگر مؤمن هستید از الله پروا کنید. قالوا نريد أن نأكل منها وتطمئن قلوبنا ونعلم أن قد صدقتنا ونكون عليها من الشاهدين. آنان گفتند میخواهیم از آن بخوریم و دلهایمان آرام گیرد و بدانیم که به ما راست گفته ای و خود از گواهان آن باشیم. قال عيسى ابن مريم اللهم ربنا أنزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا وآية منك وارزقنا وأنت خير الرازقين. عیسی پسر مریم دعا کرد و گفت پروردگارا سفره‌ای پرغذا از آسمان بر ما بفرست تا عیدی برای امروزیان و آیندگانمان و معجزه‌ای از جانب تو باشد و به ما روزی ده که تو بهترین روزی دهندگانی. قال الله إني منزلها عليكم فمن يكفر بعد منكم فإني أعذبه عذابا لا أعذبه أحدا من العالمين. الله دعای او را اجابت کرد و فرمود من آن را بر شما نازل می کنم، اما هر یک از شما که بعد از آن کافر شود او را چنان عذابی می کنم که هیچ کس از جهانیان را آنچنان عذاب نکرده باشم. وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ أَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأُمِّيَ إِلَٰهَيْنِ مِن دُونِ اللَّهِ قَالَ سُبْحَانَكَ مَا يَكُونُ لِي أَنْ أَقُولَ مَا لَيْسَ لِي بِحَقٍّ إِن كنت قلته فقد علمته تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علام الغيوب. و به یاد آور هنگامی که الله فرمود ای عیسی پسر مریم آیا تو به مردم گفتی که من و مادرم را به عنوان دو معبود به جای الله انتخاب کنید؟ عیسی گفت تو منزهی، مرا نزیبد که درباره خیشتن چیزی را که حق من نیست بگویم. اگر چنین سخنی را گفته باشم بیگمان تو میدانی آنچه در نفس من است تو میدانی و آنچه در ذات پاک توست من نمیدانم، چرا که تو خود دانای رازهای نهانی. ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله ربي وربكم وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهید. من چیزی جز آنچه مرا به آن فرمان دادی به آنان نگفتم. به آنان گفتم الله را بپرستید که پروردگار من و شماست و تا زمانی که در میانشان بودم مراقب و گواهشان بودم و چون مرا برگرفتی تو خود مراقب ایشان بودی و تو بر هر چیز
گواهی. إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. اگر آنان را عذاب کنی آنان بندگان تو هستند و اگر آنان را بیامرزی تو خود شکست ناپذیر حکیمی. قال الله هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك الفوز العظيم. الله فرمود امروز روزی است که راستی راستگویان به آنان سود میبخشد. برای آنان باغهایی در بهشت است که جویبارها از زیر درختان آن جاری است و تا ابد جاودانه در آن میمانند. الله از اعمال آنان خوشنود است و آنان از پاداش او خوشنودند. این است رستگاری بزرگ. لله ملك السماوات والأرض وما فيهن وهو على كل شيء قدير. فرمان روایی آسمان ها و زمین و آنچه در آنهاست از آن الله است و او بر هر چیز توانا.